اینجا لاله‌زار نوعت، بالاتر از چهارراه مهنا آوردمت که بریم گیلان. از این به بعد تو لاله‌زار میرزا قاسمی میزنی یا ترشه تره. خود شمال آوردم واسه کف لاله‌زار. ببین اینجا نیایت دستت رفته. کته کباب ماسوله، میای کلی غذاهای گیلانی میزنی، کیف میکنی. اشبل ماهی دودی هم دارن. ماهی دودی رو باید این شکلی نگاه کن، اینجوری واز کنی. خدا رحمت کنه رفتگان شما، پدر بزرگ من غذاشو این شکلی میخورد، با دست قشنگ خورد میکرد. اشبل رو اینجوری میریخ روش، یه ذره گردو هم میریزم روش. بعد دستتو باید شسته باشی ها، این شکلی بزنی بر بدن، جاتون خالی. چه حالی میده. ماهی سفید که هر جایی هم مثلا پیداش نمی‌کنی، اینجا میای با یه قیمت معقول و منطقی میزنی. نگاه کن چه شکلی هم پخته. ببین تیغاشو خوشگل میگیریم با این اشبل و ماهی دودی مخلوطش میکنیم. جانم به این ترکیب. جوجه ترششون پرفروش ترین محصول این شعبه‌شونه. لذتی که تو همچین رستورانای من میبرم و تو 100 تا رستوران ادایی و لاکچری نمیبریم. عجب جوجه ترشی. کلی غذای دیگه هم دارن به جز اینایی که بهتون گفتم، مثل شامی کباب، شامی رودباری. بغل غذاهای گیلانی هم دارن، اشبل دارن، باقالی دارن، گردو، چند مدل ماست مختلف، ماست چکیده هم حتی دارن. آقا زیتون رو شما نگاه کن دیگه، پروردهش هم دارن، خودشون میزنن. زیتون سبز انگار همین الان از درخت چیدی و نوش جان میکنی. سیر ترشی سمباله ها، اینم که ترشی محلیشونه. جاتون خیلی اینجا خالیه.